اون وقت هیچ کس کمک نداشته، مجبور شده برگشت رفته از مسیری کتغار و شاکینوکا و بساط منطقه شارزایده و رمده سر لوما از مسیر خروج دقیقاً 2 ساعت را یه آدم به اصطلاح پس دوباره مسیر برگشت تا تنیسته مسافرین شو در خانه برسنه اونم در ساعتای 9 شب. و ضمناً این مسیری که ما الان می‌ریم مسیر بسیار کوتاهی است، چنانچه در دوربین‌های قبلی در ویدیوهای قبلی هم ذکر شد که مسیری که به اصطلاح اگر فرض این مسیر یک سرک معیاری ساختش را نرمال به در حد استاندارد به ساختش نه که شیب از کمتر شنه، مردم ولیتو که هیچ مردم ولیتو شغله، ششبر، خاکباد، پشت بام، مردم کمرک، حتی مردم مالستان، حتی مردم ناور که نزیر از بعد انجینر صاحبش همه عزیزان در جریان هست که مسیر ناور بسیار کوتاه صعب العبور داره که امکان از این است که مسافر بر یعنی دقیقاً همزی مسیر میه. بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب محمد جواد افضلی به نمایندگی از برادران رشته‌فدان معزز ولیاتو تشریف آوری جناب انجینر صاحب خالق نجیر را و همچنین جناب آقای شفیعی مدیر نشرات جاگودا میدیا را در این منطقه پربرف ولیاتو خوش آمدید میگویم. خوش آمدید، مانده نباشید. دیگه قبل از اینکه ما موضوع مشکلات را که بسیار خدمت شما عرض کنم، یک دو شعر یادم آمد که خدمت شما ایرا به عرض برسانم. یکی اینکه دست کمکی که ما دراز میکنیم به سوی طرف خیرین بزرگوار اینه که به اصطلاح ما امروز محتاجیم. به قول شاعر میگه ره نیک مردان آزادگیر چوی سادگی دست افتادگیر. و ضمناً این که به اصطلاح میگه تو نیکی بکن و در دجل انداز که عزت در بیابان دهد باز. احسان به خلق این عالم همچنین منفعت به آدم و صاحب احسان دارد. ضمناً جا دارد در قدم نخست از نمایندگی به اصطلاح از برادران رشته‌فدان محترم ولیتو عرض سلام اراده داشته باشم خدمت خیرین عزیز و بخصوص مسافرین که از این دو ناوه ولیاتو و باریک و خیرین دیگه در سطح جاغوری هزارجت هست عرض سلام دارم. از خداوند برای آنها طول عمر سلامتی آرزو دارم. در ضمن برنامه امروزی ما به دنبال برنامه های تیر ماه هست که جناب شفیعی صاحب و آقای اخلاصی تشریف آورده بود، همچنین با آقای عبدالخالق نجیر صاحب تشریف آورده بود که یک کوتل بنا بود که سروی کنه. یک کوتل در سالهای گذشته که به اصطلاح مردم با کمک و مردمی خودش با بیل کلنگ کار کرده بود که به اصطلاح یک سرک غیر معیاری ساخته بود، در توان مردم همی بوده. و امروز ما از خیرین بزرگوار، از نهادهای خیریه، از مسافرین عزیز خواهشمندیم به نمایندگی از برادران ولیاتو همچنین در غیاب که امروز برادر باریک تشریف نداره اینه که سرکی که ما 30 سال پیش 20 سال پیش ساختیم همینه، یک راه پیاده رو بود و امروز ما خواهان عزیزم خواهشمندیم که بر از ما یک راهی که بسیار توسط انجینر صاحب نجیر دوربین شنه، یک سرک معیاری که به اصطلاح سرازری تندش به قول انجینر صاحبا بالای 35% یک سرک معیاری ساختش نه که بیتونه موتورها به آسانیگی از این منطقه عبور کنه. و راهی که ما قبلا ساخته در به این صورت قول مناطق بسیار سرسیره و راه را تغییر بده به سمت پیتاو اصطلاحی ما از آرگیام. و ضمناً موضوعی که انجینر صاحب خالد در تیرما سوال کرد که راه مشکل که شما در این قسمت داشتین و یا اتفاقایی که رخ داده چی بوده که به اصطلاح شما خواهان تغییرات و یک سرک معیاری هستید؟ مشکلی که داشته تا به حال کوتل مزرعت یک کوتل داشته، رشته‌فدان موتوروانا راننده‌های عزیز همه شاهده، اتفاقای بسیار بدی رخ داده، از جمله موتورها به خاطر سربالایی تند که نتونسته بر کنه و مجبور شده قدرتش نکشته به اصطلاح لیورس کرده از سرک چپ شده رفته. ولی خوشبختانه تا به حال حادثه ترافیکی از قبیل که انسان‌ها جان خصیص بده نداشته. اما کمتر از این نبوده. این امروز روز به بعد دقیقاً از 15 آوریل که به اصطلاح شروع میشه مشکلات از
ما علی باشم که دقیقاً یعنی از اول ماه اقرب مشکلات از اینکه شروع میشه یخبندان و برفریزی دقیقاً تا آخر حمل را یعنی ان قریبی که مثلا نیم سال ما اینجا مشکلات داشتیم. مسافرینی که از این مسیر ما را با مشروانایی که ما را یا فرض بیمارایی که میرن مثلا به رادرای باریک آوردن بردن در کلینیک ولیتو برگشت کم ده یا مثلا از طرف غجور برگشتم یعنی 20 ساعت به بعد کم ده یک نه بلکه صدها موردی پیش آمده که موتور در کوتل بند مانده برگشت چون کمکاری که کمک کننده دیگه نداشته برگشته در قریه تمقل موتورای خمونجا گذاشته مسافرین یا مریض خود گذاشته در قریه خانه های برادای تمقل در مسجدها تا فردا صبح کمک خواسته از مردم باریک یا فرض مثلا از منطقه ناوه ولایتی یا موتورانایی که مثلا در این مسیر کار خود جریان داشته از اینا کمک خواسته تنیسته عبور کنه. همچنان از طرف باریک یا سمت غزنی که مثلا موتورانای عزیزم دن صدها مورد از جمله نمونهش آقای زایدی را اینجا داریم یک از درورای بسیار با تجربه و ماهر است که بار بار در پشت سر کوتل که به اصطلاح بند مانده مجبور شده وام شو وقت هیچ کس کمک نداشته مجبور شده برگشت رفته از مسیر کتغار و شاکنوکه و بسا تا منطقه شارزایده و رمده سر لومو از اون مسیر غجور دقیقاً 2 ساعت را یه آدم به اصطلاح پس دوباره مسیر برگشت تا تنیسته مسافرین شو در خانه برسنه اون هم در ساعت‌های 9 شو. و ضمناً این مسیری که ما الان می‌ریم مسیر بسیار کوتاهی است چنانچه در دوربین‌های قبلی در ویدیوهای قبلی هم ذکر شد که مسیری که به اصطلاح اگر فرض این مسیر یک سرک معیاری ساختش نه نرمال بسا در حد استاندارد به ساختش نه که شیب از کمتر شنه مردم ولیتو که هیچ مردم ولیتو شغله ششبر خاکباد پشت بام مردم کمرک حتی مردم مالستان حتی مردم ناور که نزیر روز به بعد انجینر صاحب و همه عزیزان در جریان هست که مسیر ناور بسیار کوتلای صعب العبور داره که امکان از این است که مسافر بر یعنی دقیقاً همزی مسیر میه و اگر این مسیر کوتل شی به اصطلاح سرک معیاری ساختش نه دقیقاً حداقل 2 ساعت زودتر یک دانه مریض یا یک مسافر در مقصد میرسه. به این معنا که اگر از بعضی طرف بر از مسیر عمومی بره تا غجور 15 کیلومتر حداقل تا غجور 15 20 کیلومتر دیگه تا سر کوتل لومویا و این مسیر که تایمونیم 15 کیلومتر در منطقه زردالو میرسه. اگر یک دانه مریض که مثلا آدم انتقال بده بخوای بیاره از این مسیر 2 ساعت این که به اصطلاح از نظر اقتصادی خیلی اهمیت داره که تیل کمتر مصرف شه و مسافرین عزیز مقصد اگر فرض مثال یک دانه بیمار 2 ساعت زودتر در مرکزی به اصطلاح بهداشت یا صحی قرار برسه مثلا تحت تداوی قرار بگیره که جانش نجات پیدا کنه در واقع یک امر حیاتی کمتر نیست. ما بر همین اساس به نمایندگی باز هم از ریش‌سفیدا و بزرگوارا خواهشمندیم از مسافرین عزیز از خیرین بزرگوار که در همین قسمت ما مردم واقعا مردم فقیر هستیم واقعا بضاعت خوب نداریم به خصوص در سالهای اخیری که کرونا و مشکلات‌های قحطی و نمیدونم به اصطلاح همه گرانی تمام دار ندار مظلوم مردم را به یغما برده واقعا همه شاهد هستیم نه عزیزان خود که از دست دیدم به خاطر همین مشکلات اقتصادی بوده به این لحاظ مردم توانایی زر نداره بار بار تصمیم گرفتیم که به اصطلاح با این دست هم شنیم کمک اجباری فی حدود 1100 500 افغانی اما این به جای نکته چون خیلی از خانواده شاونه شوق نداشته پس ما چی انتظار داشتیم از را که مثلا 500 افغانی یا 1000 افغانی کمک بدیم. به این لحاظ که ما دستیم دراز میکنیم طرف خیرین مسافرین عزیز ناوه ولیتو شغله و به اصطلاح جاغوری و تمام مسافرین عزیزی که از مردم افغانستان هستند یا خیرین بالاتر از اون خواهش میکنیم دستی از ما را بگیره خلاصه قد ما مردم همکاری کنه تا بتونیم با کمک انجینر صاحب نجیر و خیرین دیگرش سفیدا و نماینده های منطقه خلاصه بتونیم این سرک را از این حالت امروزی که واقعا وضعیت افتضاحی داره بتونیم تغییر بدیم یک سرک نرمال با معیار به اصطلاح انجینیری را بتونیم بسازیم تا بتونه باشد روزی که به اصطلاح موتوری که حرکت منه موتورای کمکدار نمیتونه بره بتونه یک موتوری که به اصطلاح میخواد مسافر بخواد بره به خصوص یک زن و بچه رو بره بتونه با راحتی از این مسیر عبور کنه 2 ساعت زمان زودتر به زاد مقصدش برسه. سلام دوستای محترم دوستای خوب ما بینندهایی که ما را میبینن در هر گوشه و کنار و اکناف دنیای قرار دارن. مدتی بود که تقریبا 2 هفته با هم صحبت نداشتیم شاید هم 3 هفته دیگه مصروف کارهای دیگه بودیم بخش دیزاین کارهای بند و سرگی که واقعا ضرورت است واقعا به اقتصاد مردم کمک میرسانه. امروز 20 جنوری 2023 برابر است با 30 جدی یعنی وقت چیله زمستان دقیق وسط زمستان در کوتل باریک در منطقه ولیاتو سمت شمال شرق جاغوری قرار داریم.
دوستا شما میبینید که برف فعلا مناطقی که ما آمدیم در هر جایی که هستیم در این منطقه مکمل پوشانیده زمینه. مردم فرهنگ خوبی که در 2 سال در